امام علی 3 جملهش برای من شعار زندگی هن. یه جایی که فرمود همواره در تنهایی مراقب افکارت، در خانواده مراقب رفتارت و در جامعه مراقب گفتارت باش. یه جای دیگه فرمود که ای انسان اسباب رهایی تو در 3 چیز است: تحمل، تعقل، توکل. تحمل مصیبت و شرایط، در کنارش چاره اندیشی و تعقل، و در پایان سپردن به خداوند و توکل. میفرماید که تو هر کسی را بفهمی قطعا او را میبخشی. این یکی از زیباترین جملاتیه که آویزی زندگی منه. تو هر کسی را بفهمی قطعا او را میبخشی. بنابراین ما زمانی که کسی رو نمیبخشیم ظرفیت فهم اون فرد رو نداریم که اون فرد رو و موقعیت اون فرد رو بفهمیم.